رازهای تقطیع. توی این ویدیو میخوایم در مورد نکته های تقطیع حرف بزنیم. به نام خدا، سلام. من مهندس سعادت حبیبی هستم و ما اینجا توی این کانال عروض و قافیه رو به زبان ساده و قدم به قدم یاد میگیریم. و اما رازهای تقطیع. توی این ویدیو میخوایم در مورد نکته های تقطیع صحبت بکنیم. قبل از این ما 2 از مرحله های تقطیع رو پیش بردیم. اولی یادآوری بکنیم که تقطیع چیه. تقطیع یعنی قطعه قطع کردن شعر به هجه ها و ارکان برای رسیدن به موسیقیش که ما فعلا با همون قسمت هجه هاش کار داریم. 2 مرحله از مراحل تقطیع رو با هم دیگه پیش رفتیم. مرحله اول که اصلا شعر رو به هجه های مختلف تقسیمش کنیم، در مورد هجه حرف زدیم، واج، صامت و مصوت ها. و مرحله دوم که هجه های کوتاه و بلند رو مشخص کنیم. ما با 3 نوع هجا، یعنی هجای کوتاه، هجای بلند و هجای کشیده آشنا شدیم. قبل از شروع نکته‌های تقطیع ویدیو قبلی رو تکمیل کنیم و حالا علامت‌های هر هجا رو، یعنی هجای کوتاه و بلند و کشیده رو هم نشون بدیم. چرا این کارو می‌کنیم؟ به خاطر اینکه ما توی روند کار تقطیعمون واسه اینکه کارمون تر و تمیزتر و خلوت‌تر و خوبتر پیش بره، برای هر کدوم از هجاها یک علامت مشخص می‌کنیم و بعداً با این علامت‌ها کار داریم. دونه دونه پس برای علامت هاشون پیش بریم. علامت هجای کوتاه این شکلیه، شبیه یه یو بزرگه ولی ربطی به انگلیسی نداره. علامت هجای بلند شبیه یه خط تیره است. و علامت هجای کشیده که همونطور که میبینید هجای کشیده تقریبا معادل یه هجای کوتاه و یه هجای بلنده. به خاطر همین علامتش هم از کنار هم قرار گرفتن این دوتا تشکیل میشه. و اما نکته های تقطیع ما، وقتی میخوایم یه شعر رو تقطیع بکنیم به چه نکته‌هایی باید توجه کنیم؟ ببینید بچه‌ها، کل چیزی که ما توی علم عروض باهاش سر و کار داریم، توی موسیقی شعر باهاش کار داریم، اصلا اسمش روشه. موسیقی شعر یعنی چی؟ یعنی آوا، یعنی چیزی که از شعر شنیده میشه. به خاطر همین تمام اون نکته ها هم توی تقطیع وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که نکته اول، همونطور که ما شعر رو میخونیم تقطیعش میکنیم و مینویسیم. مثلا یعنی چی؟ یعنی خویشو ما اینطوری مینویسیم دیگه، ولی توی تقطیع اینجوری مینویسیم. یعنی همونطور که صداش رو میشنویم. یا تو رو اینطوری مینویسیم تو مثنا، ولی توی تقطیع اینجوری مینویسیم. یعنی همونطور که میخونیمش. این نکته خیلی مهمیه که دقیقاً کل شعر رو همونجور که میخونید هجا به هجا بنویسید. همه هجاها همونطور که خونده میشن نوشته میشن. نکته دوم، یه جور یادآوری، هر هجا از یه مصوت تشکیل شده. یعنی اینکه تعداد هجاهای ما برابر تعداد مصوت‌های شعرمونه. یه ذره دقت کنید، تو یه هجاه، باد یه هجاه، هر کدومش یه مصوت داره، چه هجای بلند باشه، چه کشیده باشه، چه کوتاه باشه. نکته سوم درباره تشدید. همونطور که گفتیم همون جور که ما شعر رو میخونیم و میشنویم باید تقطیع کنیم. به خاطر همین اگر که تشدید توی شعر ما وجود داشته باشه 2 بار اون صامت رو باید بنویسیم. مثلا چی؟ مثلا یک کلمه قناد و مثلا ما توی شعرمون داریم، میخوایم شعر رو تقطیع کنیم، میبینیم که میشه قناد به صورت مشدد خونده میشه. پس توی تقطیعمون ما 2 بار نه رو مینویسیم. یعنی مثلا مینویسیم قن ناد، 2 بار نه اومد. دیدید؟ پس این رو هم توجه داشته باشید. نکته چهارممون اینه که ما مصوت‌های کوتاهمون هم توی تقطیعمون میذاریم. مثلا همونطور که گفتم تو رو ما اینجوری مینویسیم. مثلا داریم به رود، ما مینویسیم به رود. قشنگ مصوت‌های کوتاهمون رو توی تقطیعمون مینویسیم و حواسمون بهشون هست. نکته پنجم یه خورده نکته مهمیه، یه خورده که شاید سخت به نظر بیاد ولی خیلی خیلی مهمه و آدمای خیلی زیادی توش اشتباه میکنن و اون هم داستان نون ساکنه. نون ساکن چه داستانی داره؟ دیدن که توی اون آزمایشگاه‌های صوتی که ما یکیشو به صورت ابتدایی تو ویدیوی قبلی داشتیم اومدن بررسی کردن، دیدن هجای مثلا جان یا هجای این اگر که اندازش رو ما بررسی بکنیم انگار فرقی نداره که بگیم جان یا مثلا جن
یا بگیم این یا بگیم ان. یعنی دیدن که قبل از نون ساکن اگر مصوت بلندی باشه ما این رو باید کوتاه در نظر بگیریم. جان مثلا بشه جن. خب حالا اینو میشه از یه طرف دیگه هم دید که بیشتر معلمای ادبیات واسه اینکه بچه‌ها راحت تر یاد بگیرن اینجوری بهش میگن. بیان که هجای جان همونطور که معادل هجای جن میشه معادل هجای جا هم میشه. یعنی فرقی نداره ما بگیم جان یا بگیم جا، کششش یه اندازه است. پس میگن که کلا شما نون ساکن رو یعنی مصوتی روش نداره رو حذف بکنید. اونجوری هست که تقطیع شما درست در بیاد. حالا پس 2 تا دیدگاه داریم که یکیشو مثلا مصطلح تر بین معلم‌ها، یکیشو توی کتاب درسی نوشته. یکی اینه که ما نون ساکن رو حذف بکنیم که جان بشه جا. یکی دیگه این که ما مصوت بلند قبل از نون ساکن رو کوتاه بکنیم که جان بشه جن مثلا. در هر صورت هر دوی این دیدگاه ها میخوان به چی برسن؟ به این که هجای جان کشیده نیست، هجای این کشیده نیست و همه اینها بلند حساب میشن. خیلی نکته مهمیه. یعنی نکته‌های بقیه نکته‌های تختی رو اکثرا بچه‌ها یادشون نمیره و حلش میکنن، ولی اینو همینطوری بعضیا میبرن این مشکل رو با خودشون تا 12. پس با توجه به هر دو راهی که من گفتم هر کدوم براتون راحت تر بود و شما این قضیه رو درکش بکنید و خیلی خوب حواستون باشه. و باز تاکید میکنم نون ساکن، نونی که مصوتی روش وجود نداره و به صورت ساکن تلفظ میشه. پس این هم نکته بسیار مهمه 5 ما. و اما نکته 6 هم بگیم که نکته مهمیه، نکته آسمانه. نکته آسمان چی میگه؟ میگه که آقا شما یه بار آسمان رو تختی کن، میگی آسمان. بعد میگم خب هجای اولش بلند کوتاه کشیده است، میگی خب با مصوت شروع میشه، هجای کوتاه با ساکن شروع میشه، هجای بلند با ساکن شروع میشه، هجای کشیدن با ساکن شروع میشه. چیکار کنم پس؟ این نکته همینو میگه هیچ هجایی با مصوت آغاز نمیشود، نه توی شعرها نه توی الگوهای هجایی. پس آسمان چیه داستانش؟ آسمان و همه هجاهایی که به ظاهر با مصوت شروع میشن قبلشون یک همزه وجود داره. یعنی هجای آسمان به این صورته و خب یک هجای بلند صامت و مصوت بلند. این 6 نکته رو حتما خوب یاد بگیرید. اگه در موردشون سوالی براتون پیش اومد بهم بگید که بتونم حلش بکنیم. و به عنوان تمرین یه شعر دیگه اینجا نمایش داده میشه و این دفعه شما سعی بکنید یک تقطیع کامل و خوب رو براش انجام بدید. یعنی چی؟ یه بار شعر رو میخونیم، هجاش میکنیم با توجه به همه این نکته هایی که توی این ویدیو و تو ویدیوی کالبد چکافیمون گفتیم و بعدش هجای کوتاه و بلندش رو مشخص میکنیم. به وسیله چی؟ به وسیله علامت ها. علامت کوتاه، علامت بلند و علامت کشیده. اینجا الان میتونید نمونه یه شعری که به صورت کامل تقطیع شده رو ببینید با همه علامت هاش. خب امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید و اگر که از ویدیوهای آموزش عروض قافیه خوشتون میاد حتما این کانال رو دنبال کنید، این کانال رو سابسکرایب کنید. یه زنگوله هم کنارش داره، اون اگه بزنید هر وقت که ویدیوی جدید منتشر میشه براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید ببینید. اونم پس بزنید با اتفاق خوب. و این ویدیو رو لایکش کنید اگر دوستش داشتید و برای دوستاتون هم بفرستید. این لایک کردن معمولا آدمو یادشون میره ولی خیلی کمک میکنه به تولید کننده محتوا. حتما انجامش بدید. پس خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.